برو فرارت. خب من حتما زنگ میزنم. خب مایل. در فرودگاه آنجا شما را پشواز میگیرند. فهمو؟ آسوده باشه. همش نقد میشود. خب مایل. او باشو. روی سفید. روی سفید. خب دو لند کروزری سفید با ما اطاعت نکرد. فهمو. دخترها انا نشمو مخو میزیواد انا شویرا این کرده بین چقدر زیبا باور میکنید من پیشتر میترسیدم از اون که چی میشده باشد. آرزوها، البته هر یک دختر در دل آرزوی عروس شدن را دارد، لیکن وقتی که به من گفتند که مرا به شوهر میدهند دلم یک تکان خورد. شاید ترسیدم یا چیز دیگر بود، نمیدونم. برای چی نمینشینید؟ شینید، مرحمت گذارید. منیژاد اکنون چه حسیاتی داری؟ احساس میکنم که بخت خود را یافتن چقدر خوب است. مهمش باور دارم که پدر و مادر من برای خوشبختی من همه کار را میکنند. منیژه الهو خوشبخت شوی. البته خوشبخت میشوم. هر یک چیزی رو که برای زندگی خوب لازم است من دارم. مهمش پدری داماد با ما یک حولی پرشکوه تحفه کردنی. پدری خودم باشد از مبزی ورزاب یک حولی زیبا خریدنی. مگر برای خوشبختی این کم است؟ خوشبختی حالت روحی انسان است. گاهی می شود که با همه دارایی، حتی در بزم شادی و فریبنده، زندگی در نظر پوچ و بی‌معنی میتابد. شویرا من همو فلسفت رو؟ منیژه جان، در حقیقت تو خوشبختی. باور کن با تو حواسم می آید. شویرا جان همیشه همین خیر. وقت کاری من ایراد میگیرم. منیژه جان، من تو رو رنجاندن نمیخواستم. مهم آن است که تو خوشبخت شوی. مرحمت گیرید. عبدالقهار، توی 20 با میگذارانیم. ایرج لابای دادا جان. اینجا بیا. شین خدمت. شیرافگان اسرارویچ، 20 را روز 20 گذراندنی. برای من فرق ندارد.
من میروم شما کارتان دیدن گیرید. کجا میروی؟ گفتم که کارم است پیش جوراهای میروم. خانه پر از مهمان، تو کجا میروی؟ میروم گفتم که کارم است آخر. یا خمارش گرفتگی؟ همه بچه ها همین خیال هستند. شرابگان اسرارویچ ارکا کلان کردیم ارکا بیت. Detyen de kalon karomatu. Kuja to. اینجی؟ گذر چی گفتی؟ شیخل حجت؟ دید از ماشین فرایت شما مستید. کماندیر آرام باش کماندیر آرام باش با تو حجت وزیر میشود حجت ته زوکی انا با تو حجت زن منتا زن ایستد میخوانم ایستد امید جان یعنی автомати دست رو با من ده راستیگه بی نظارتچی نو با کار آمده است باید تو را نشناخته است کماندیر چیخه دغدغه داره قدیما یعنی автомат را ده دیگر این خیلی مناسبت نکند گپ زنه شوخی کردیم ها شوخی گیرت برده мардҳо маслиҳат карда тӯйро рӯзи 20 мегузаронем гуфтанд. ҳоло вақт ҳаст худоҷон, бинобар ин мо бояд коре кунем ки тӯй ба дараҷаи олӣ гузарад. ҳама ҳайрон монанд худоҷон. баъд ин ки меҳмони бисёр хабар намекунем. ҳамин одамои даркориро чида даъват кунем мешавад. درست گفتید خداجان آدم‌های درباری را جیغ میزنیم همه گپ در شما است خدا جان. آخر دختر شما خدا جان راست. حولت زیبا شده است عبدالقهار. نصیب باشد ها حولی معلم را گرفته یک جای کنم کلانتر وسیع‌تر می شود. عبدالقهار بنده بزرگا چی می شود؟ چی می شود؟ چشم تنگی دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاکی گور. بزرگان گفتن میگیرند. ассалому алейкум. хуш омадед. то шине духтаро шинетон. салом духтарҳо. нури дида тоҷи сар. хуш омадед то духтарҳо. шинос шавед, ин кас келинам гуландомҷон. хуш омадед духтарҳо. ин кас паричеҳраи мо нӯшинҷон. набираҳай ки ширинаки ман. очаҷонакам ҷони ман, меҳрубонаки ман, нури чашмони ман. хуш омадедтон духтарҳо. чӣ камбудӣ доред? кани огиретон хиретон. кани чой доред? о чой тамом шудааст. келинҷон тезакак рафта як чои гарм дам кунед. гире духтар шарм надоред. нӯшинҷон биё як ҷоя дам кунем. раведтон. манижаҷонаки ман, ширинаки ман, меҳрубонаки оча. ман бисёр хушҳолам ки туро чунин шод мебинам, на ин ки ғамгин. бисёр мехостам ки ҳамеша ҳамин хел шод бошӣ. ба орзуям расидам. акнун тӯй мешавад духтарҳо. илоҳо хушбахт шавӣ. дар хонаи шавҳарат осоӣ, хурсанд бошӣ. лекин боз маро фаромӯш накунӣ. интор нагӯед очаҷон. ҷонаки ман, меҳрубонаки оча. мурам ту бабача. духтарҳо меҳрубонӣ кунед. гиретон. гуфтагӣ барен 20 тӯй мешавад. ҳамаатон биёетон. майлаш.
خیلی جونکم. خوش آمدیتان دخترها، خوش آمدیتان. دخترها میدونید من حاضر به شما یک چیز رو نقل میکنم. باب کرده من سزایشون امین. بخا ایست من نکنم. اومد من این خیلی میکنم. لیکن احتیاط شو جورا، احتیاط شو. اومد سراسی من نشم. فراموش نکن که تو مز بردش. манижа домодро худат интихоб кардӣ? Не, падарам. ту ӯро дидаӣ? фақат як бор моро бо ҳам шинос карданд, лекин дар танҳоӣ суҳбат накардам. ақаллан медонӣ ки ӯ чӣ гуна инсон аст, чӣ кор мекунад? не, ҳаминашро медонам ки падараш як корманди калони милиса будааст. магар ин кам аст? не, барои чӣ? нақс. آفرین بد نه کنی اکنون نوبتی ما. نشد که؟ лабаёча ҷон даъват кардед? биё духтарам, биё. ассалом. سلام منیژه جان، صحت سلامت هستی؟ دختری خوش روی شدی؟ تیاری ها چطور؟ خدا جان لبای جان با فکرم در خواب کلین خطا نکردم. اینی خطا نکردید. الهی جفت و پیوند شود. الهی همین طور شود. آمین. بچه جان من روم. رو دخترم. منیژه جان ایستو. انا این توفه من. گیر. تشکر. الهی خوشبخت شوی. اکنون رو دخترم. الهی آسایند و به بخت شوند. الهی دخترکی من خاکسار است. مرحمت یک پیاله چای گیرید. مرحمت گیرید. دخترم همین قدر وزنین و شرمگین است که جوانهای حاضر همش همیخه ارکا. لیکن دختری من ارکا نیست. راست ارکا نیست. مهمش خوشبخت شوند. الهی از درای کمرو چراغان است رو لبای مرحمت کنی این قدح را برای آن می نوشیم که در آینده کارمان رواج و رونق یابد. شرابگان اسرارایج لبای ما هم بهوده دخترمان را با پسر شما فاتحه نکرده ایم. سلامت باشی.
ها من بختیار امید به صدمه دچار شد. چی؟ احوالش وزنی. حالا در کجاست؟ در بیمارخانه. تینجیست؟ شد بس گریه نکن. آرام شوید. خدا خواهد همش نازم می شود. شرفگان اسرارویچ با بیرون برایم با بیمار آرامی لازم است. نزدی بیمار دارم. دکتر احوال پسرم چخیل؟ راستش رو گوی. من حالا هیچ چیز گفتن نمیتوانم. گوش کن، برای طبابتش همه چاره ها را بیم. چقدر مبلغ لازم باشد من میدیم. شرفگان اسرارویچ من برای پسر شما هرچی از دستم آید دریغ نمیدارم. حلیم سنگینویچ شما را یک دقیقه ممکن؟ حاضر. من حاضر. میبخشید. و فکرم توی نمیشود. توی مانه یک اپیراتیو وزنی این داشتیم. یک نشه جلاب رو باید می داشتیم. سردار 10 تای تازه وعده کرده بود. از شیفت پرسی چی؟ تو شیفی مرا نمیدانی، فایده ندارد. آرام شوید. خدا خواهد نازم می شود. ها دخترم. تینجی؟ تینجی چرا غمگین هستی؟ نمیدونم از چه سبب باشد خودم را ناخوش حس میکنم. چی ها میگویی دخترم؟ چی خیلی ناخوش؟ تو خوشبخت هستی دخترم. شاعر راست میگفته است. خوشبختی حالت روحی انسان بوده است. منیژه جان، شاعر زندگی را از کجا میداند؟ شاعر تو رو دیده هوس میکند جانم. غمگین مشو. کنی با من نگاه کن. ای جانی من، اکنون این همه را برده بجایش مانو چون این فکر را سر دور کن. میلش کنی یک تبسم کن. چی؟ سبیل من اینجا مونده بودم. کجا شد؟ گلندام گلندام کجا شدی؟
گولاندام گولاندام لابای اینجا بیا من اینجا یک چیز مانده بودم کنی وای نه نمیدونم چی خیل نمیدونی در اینجا دارو بزنی احمق میفهمی کجا کردی چی خیل نمیدونی آخی نمیدونم من تو را چند میکشم نرس اوچان نرس میکشم نمیزنی احمق میکنم چند بار گفتم با چیزهای من خوردار نشم میفهمی خوردار نشم ایستاچم صدقه خانه شو صدقه زن و فرزند شو صدقه نان شو صدقه خانه شو کاری شما نباشد ایست حالا من با تو بعد گپ میزنم صدقه آدم شو حیوان سبیل ماند زندگی دادا جون نوشین تو در همین جایی؟ چرا همیشه جنگ میکنید؟ ترسیدی بچه جون اینجا بیا پیشی من بیا بچه جون بیا بس کن گلندام جان خیلی زندگی هر کار شدنش ممکن بس کن دختر انا بچه رو هم ترسوندی بس کن خیلی گریه نکنید همش خوب میشود بچه جان مچت قهرم رو آورد ترسیدی تو که اوچم رو از اومدی بچه جان میبخشی دیگر این کار رو نمیکنم نترس دخترها سلام چرا نمیدارید مرحمت دارید نه رحمت منیژه بیا به خونه صدف میرویم بیا یک جا رویم همه دخترها در آنجا جمع میشوند سعادتم میآید نه رفته نمیتوانم منیژه نه نگوی امید بیمار در بیمارخانه خواب است عاقبتش رو هیچ کس نمیداند که چی میشده باشد منیژه تو جیغ نشو تو غم دو افتاده نشو غم مخور منیژه جان خدا خاتمش نغز میشود یک هفته پیش دخترچه رو به پالاتای من گذاردم چند بار به پدر و مادرشون گفتم که اگر راضی باشد من آموزش جراحی میکنم اما پدر و مادرش باشد راضیگی خودشون رو ندارند بچه جانم خودت رو چطور حس میکنی بهتر شدی؟ همه جایم میسوزد آخه چند بار گفتم که مست شده سر رول نشی گپم رو نگرفتی انا عاقبتی کو شد شما نصیحت کردن دوست می‌دارید چیه؟ لبای آب حاضر بچه جانم آرام شو بچه جان چی گفت؟ من خوف از آن داشتم که معاینه سخت آسیب دیده است ولی خیریت اینطور نبوده است البته ضربه سخت یک مدت کمی سرش درد میکند ولی شفا مییابد دیگر عضوهایش چی؟ آسیب ندیدند؟ نه یک دست و پایش شکسته است در آینده راه گشته میتواند یا نه؟ البته بعد تبابت خدا خواهد نقش شده میرود رفیق سردار تشویش آور آن است که در ترکیب خونی پسرتان ماده های نشاور یافتند او جوان است
ویرو تبابت کردن در کار. الو این من شویره. سلام. خیلی می شود. با تو رفتن نمیخواهی؟ نه نمیخواهم. بعد پدرم هم روزی نمی شود. امید در بیمارخانه. منیجا همراه میرفتیم؟ تشکر. شویره جون گفتم کن نمیخواهم. خیر مایلش. ها دخترم کی زنگ زد؟ شویره زنگ زد. چی گفت؟ توی دختری خاله‌اش بوده است. تکلیف کرد. تکلیف کرد؟ تو البته نگفتی؟ او برای چی نمیگی؟ یک به خودت نگاه کن. رنگ رویت کندگی خراب شدی. رو دخترم رو. همراه دوگانه سیر و گشت کنید. با کنسرت با تئاتر روید. آخر تا کی در خانه میشینی؟ پدرت را من به ذمه خود میگیرم. فهمیدی؟ من به وی میگویم که تو به نزد دو زن رفتی. من به وی همش رو میفهمونم. خوب تو در خانه زیغ شده نشین. رو دخترم. مایلش. اما دیگو که تز خورا ما سر خربان میرم. کسی که غیر قانونی رفتار میکند از روی قانون جزا میبیند. فهما؟ باری آخرین جواب. رفیق پالکونینگ نزد شما قهار جبار آمده است. قهار جبار؟ بله. درآید. مرحمت کرده گذارید. درآید. سلام دوستان. عبدالقهار بیا بیا بیا. السلام علیکم. چی حال داری؟ خانه ها همه تینج؟ شکر. مرحمت. کنی گذارید شما. خیر از کار و بار گپ زن. چی خیل؟ چی گویم؟ بعضا نقض بعضا نمی شود. پروا نکن. همین که امید جان صحت شده از بیمارخانه برآید کارها ثبت می شود. انشاءالله. گفتگی بر این سلامتی امید جان خوب است؟ خیلی خوب. همین روز دکترش زنگ زده بود. خیلی خوب. ای عبدالقهار باز چی گپا؟ مسئله میرزایوف چی شد؟ 15 کیلو. عبدالقهار خچی 5 کیلوش از آن شما میشد کو. به فکرم
بد نیست؟ نگوی؟ می شود رحمت خیلی باز چی گپ؟ چی خدمت؟ با من خبر دادن که آنها بارا آوردن. چیکار کنم؟ عبدالقهار حل میکنی پروا نکن. این گپی دیگر مایلش. خیر تا بازدید. سلامت باشید. سلام. چخیر؟ نقص؟ نامی من پرویز. من رفیق داماد. متاسفانه کمی دیر کردم. و این بینید که خدا برای من در بین شما بر این دختران زیبا جای تیار کرده مانده است. سرم پروا نکن. همش نقض می شود. امید جان خاطر نشو. همه این مسئله ها حل. ما با سردخترت گپ زنان کردیم. روز دوشنبه نصیب باشد تو را جواب می دهند. آخری هفته توی. توی در کجا می شود؟ در کجا؟ در رستوران سنا. دادا لبای توی منو باید گروهی بهار گذراند. آرام شو. همش به گفتی تو می شود. من همیشه با مادرم میگفتم دختری رو بزنی میگیرم که زیبا باشد، شهری باشد، وقتی که به ده آید حولی رو بزند، رو بد گاو جوشد. اجازت سردار؟ آمده. این حجت ها را گیرو و فرودگاه بر. به دستی سنگف میدی. خوب شده است.
که باشم من نباشی تو اگر نوره نپاشی تو که باشم من نباشی تو اگر نوره نپاشی. لباسی عروس معقول شد؟ شما دعوت نکردم؟ هفته دیگر توی اومده؟ همه تو من ولی به تو زیبا رو بدلیر دادم؟ نه میگوین که چه دخترها؟ زیغ نشدید؟ همه تو من ولی به تو و شما یک خدمت کنم. من گفته بودم که دیگر تمام عمر در روی شما خواهم بود. زیبا روزی نشد؟ میگوین که به مادرش محکوم نشده است. در محفل امروزه ما یکی از دوستان نزدیک داماد پرویز جان تشریف دارند و پرویز جان در کنسرواتوار تحصیل میکنند و میخواهند که با سرود خاطر داماد عروس را شاد بنمایند. اینک نوبت را به پرویز جان میدیم. مرحمت. تشکر. وعلیکم السلام. ها داداش تینجی می؟ تینجی میبخشید. مهمان های خارجی می آیند. یک خوراکی خوشخوری نقص پذیر. مایلش داداش. گفتگی بر این منیژه کنی؟ منیژه جان خودتون میدانید که یک چند روز است که از خانه هیچ بیرون نبر آمده است. برای همین هم به نزد دوگانه‌اش فرستادم تا که کمتر وقتش خوش شود. به نزد دوگانه‌اش؟ ها داداش. از کی باز دختر من به اجازت من از خانه میبر آمدگی شده است؟ من فرستادم تا که با شاعره به نزد دوزنده رود و کرته‌اش را پوشیده بیند. ای زنک بیعقل، تو خوب میدانی که من آدم دشمندار، شیرافگن اسرار باشد، از من آدم دشمندارتر است. یگان گپ شود ما به شیرافگن چی جواب میدهیم؟ خودی حاضر در کجای نباشد گرفته میایی. فهمیدی؟ خوب شده است.
کلین لبای تلفن بیارید. تینجی مادر جون؟ رحمت تینجی دخترم. بالا بی لالو خطینا خیزو زولفی مشکو بیز هر بلو رو آبلو لبای مالش حاضر باشی دیلو محروم از موی میان چوک همه گیردش دران و از محرمانی رازو باش منیژه صبر کن. کم تری دیگر می نشسته؟ مادرم از خونه زنگ زدن، حتما رفتنم در کار. منیژه می ایستادی خورسندی میکردی؟ هیچ لوجم نیست، رفتن در کار. مالش خوب خیر. مادرت به سلام گوی. خوب دختر، خوب خیر. صبح بخیر منیژه جان. صبح بخیر روچه جان. این آفتاب از کجا برآمد که سحری بر وقت خسته حولی می رو بی؟ از خواب بیدار شدم و یکی خوشی حولی رفتم پیدا شد. نقص دخترم، نقص کردی. پگاه که کلین شدی سحری بر وقت خسته حولی ها رو می رو بی. فراموش نکنی دختر جانم. نه اوچه جان. جانی من. خوش آمدن. چه خدمت؟ شف هستند. شف؟ مرحمت کرده بذارید. من خبر میدیم. مرحمت. مرحمت. و میهمان نگر. اشک چشمم شد روان از فراقیات بدم عشقی پری شدم گرفتار با یادی و زندگی دارم شب و روز با این دردی بی‌دوا عشقی جگر سوز نوری من آفتابی من با غروب مرا میروی اگر غروب مرا هم ببر بروی از نزد من تنها بمانم همچون مجنونی بیکس اندر بیابان بشارت خان دلم مبر ایار جانی همینجا میشینیم یا آنجا؟ همینجا. محمود پوشان خوب شده است.
саломатӣ аҳволат читав? бад не. дар куҷо мегардӣ? бо чӣ корҳо машғул ҳастӣ? ҳеҷ напурсед. оҳе, ин дафъа аз 20 нафари бурдагиам 5 нафараш маро бисёр азоб доданд, ғам доданд. ҳеҷ чиз намехӯранд. корашон фақат гирьяву нола. то дубай рафтана аз асли гап бехабар. баъди фаҳмидан доду вовайло як нафараш ко дилу ҷигарамро хӯрд. кӣ будааст вай? ҳамон духтари сағира. дугонаам ёфта дода буд кӯ? ҳамон ми? ҳеҷ ба тақдир тан дода нахост. ба зурӣ ба якҷо фиристодам. пинҳонӣ аз он мард раги дасташро буридааст. лаънатӣ! он мард духтарро ба беморхона барад. вай хилват карда аз он ҷо ҳам гурехта рафтааст. чанд муддат аз паси ӯ сарсону саргардон будам. баъд дар куҷо ёфтӣ? ҳамон мард шояд дилашро ёфта бошад ки ҳоло ҳамроҳи ӯст. ба ман чӣ? ҳаққамро диҳад кифоя. дафъе дигар ба ӯ кор надорам. гӯш кун башоратхон, бо вуҷуди он ҳушёр шав. гӯш кунед, дар он мамлакати бегона ба дод ин хел духтарҳо кӣ мерасад? ҳуҷҷат пуҷҷат надоранд. шиносномаи қалбакиашон бошад дар дасти худо. офарин, офарин. боз барои 10 нафар шиноснома лозим. хеле таҷилӣ. дар ин ҷо сурату маълумот дар бораи духтарҳо. ман фардо боз мегӯям. гӯш кун, ту кай ба дубай меравӣ? баъди 3 рӯз. маҳмуд! лаббай. папкаро биёр. шеф, овардам. ин папкаро ба неъмат медиҳӣ. гӯй ки пули борро тезтар фиристад. хуб шудааст. хуб, як қатраи барои саломатӣ. саломат бошем. سلام اومد جان. سلام. مغز هستی؟ زیق نشدی؟ آوردی؟ آوردم با خرکو تازی گری تستر برور. تستر خیریت. اون طرف بین. جانه
الو. سلام منیژه. ها شویره چه حال داری؟ بد نی. میدونی تو همان روز رفتی و من در بابا موندم. چی شد؟ پرویز با جان و حالم نمیموند. میگوید که با من جوا خوردن میخواهم. هر روز به خونه زنگ میزند. هرچند میگویم که منیژه فوتیه شدگی و نزدیکی جشن عروسی دارد، گوش کردن نمیخواهد. بگو دوگونه چی کار کنم؟ تو با او همش رو فهمونده ای. دیگر فهموندن فایده ندارد. گوش کن، شاید با وحوری ها. چی لازم؟ میدونم که در زندگی چیزی رو تغییر داده نمیتوانم. باز یک باری دیگر فکر کن. مایلش خیر. مایلش خیر. آمده. اما شهادت نامه ها رو برار. حاضر. شهادت نامه ها رو میگیری و عبدالقهار برده میدی. باقی ماندهش را بعد میفرستم. فهمو؟ فهمو. احتیاط شد. خب. چه حال داری؟ امیده خبر گرفتی؟ خبر گرفتم. السلام علیکم. مانده نشوید. خوش آمدید. خوش آمدید. خواهشت را بجا آوردم. بسیار خوب. 2 تا دعوتنامه و کنسرت برای منیژه و دوگانه اش. خوب میشد که خودتان میدادید. خرسند میشد دخترتان. سلام دادا جان. منیژه جان، من 2 تا دعوتنامه آوردم برای خودت و دوگانه و کنسرت. دادا جان نمیخواهم، سرم درد میکند. منیژه جان نگویی. همراه دوگانه‌ات شویره جان رفته تماشا کرده میایی. طبعت خوش میشود. استراحت میکنی. انا تشکر. شین دخترم شین. شویره هم خرسند میشود.
برای من پردیس کنم بسیار مخصوص لیکن نغز نشد. تو باید رو تبریک میکنم. نزدنم بهتر است. بیا با نخورم بهتر است. لیکن کنسرت خوب باش. منیژا کجا تو بیت؟ سلام پرویز صبری برآمدت بسیار هم مخول شد. اوه تشکر. این برای تو. تشکر. رفتیم. منیژا من تو رو منتظر می شوم. منیژا وقتی که باری اول تو رو دیدم احساس کردم که تو برایم بیگانه نیستی. گویا من و تو 1000 سال باز همدیگر را می شناسیم. من یگان لحظه تو را فراموش کرده نمی توانم. تو با من هستی. تو در من هستی. من می دانم که در فاتحه جوانی دیگر هستی، اما گمان نمی کنم که این با خواهش خودی تو شده باشد. تو پدری مرا نمیدونی. برای او مهم نیست که من چی میخواهم. مهم آن است که او چی رو ضرور میحسابد. من هم عادت کردم باور کنم که هر کاری او درست است. چی؟ حالا هم در عقیدت استوار هستی؟ و تغییر دادن عقیده هم حاجت نیست. از دو سر چیزی را که پدرم خواست همان می شود. اگر این توی با خواهش خودت صورت می گرفت من چیزی نمی گفتم، ولی می بینم که تو خود را دیده و دانسته به کامی آتش تله می دهی. مرا فراموش کن پرویز. منیژا گمان نداشتم از یارم چولیم به صبر و قرار است. برای دیگران یار است، برای من جفاکار است. برای دیگران یار است، برای من جفاکار است. گمان نداشتم از یارم چونین به صبر و قرار است. برای دیگران یار است، برای من جفاکار است. برای دیگران یار است، برای من جفاکار است. شکستم خیش را در پیش پایم، وفا کردم با جای هر جفایم. وفا کردم با جای هر جفایم.
نفهمیدی نفهمیدی که امروز ادا گشتم ادای خنده با پالاتای چهارم برید. بیماران بسیارند. بله. تشویش آورش آن است که اکثر نسل جوان گرفتار مواد مخدرند. راست. دیده و دانسته حیاتشان را خودشان گرفتار این بلا میکنند. لیکن امید از کجا با این بلا گرفتار شد؟ غم نخورید. خدا خواهد تبابتش میکنیم. دکتر، در اینجا تبابت گرفتن پسرم را هیچ کس نداند. باید مخفی ماند. در این خصوص بی تشویش باشید. به من یگان خدمت است؟ تشکر شرفگن اسرارویچ. من شما را گسیل میکنم. منیژه جان، امید را از بیمارخانه جواب دادند. وی را به بیمارخانه دیگر گذرانیدند. چرا؟ برای نشمن بودنش. چی؟ وی نشمن بوده است؟ من نمیدونستم دخترکم. من این رو نمیدونستم. اوچه جون، با وجود همین شما مرا به اون نشمن میدید؟ دخترکم، آخر پدرت نشمن بودن امید را پیشتر هم میدانسته است. وی دیده و دانسته راضی شد که حالا هم از رأیش نمیگردد. اوچه جون، پسر خودتون هم نشمند. هر روز میبینید که چقدر زنش را عذاب میدید. نخود شما خواهید که زندگی من هم همین خیلی پر عذاب. آخر من چیکار کنم؟ من چیکار هم کرده میتوانم دخترکم؟ از دست من چی می آید؟ پدرت هیچ چیز را شنیدن هم نمیخواهد. میدونید همون روزی که من همراه شویره به توی رفتم، من با یک جوانی شناس شدم. نامش پرویز. اگر با او نمیخوردم شاید به تقدیرم تن میدادم. لیکن حالا میدونم که زندگی رو تماما به طرز دیگر ساختن ممکن است. پرویز؟ کدام پرویز؟ چخیر پرویز دخترکم؟ گودار. نه 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 شویره، امید نشمن بوده است. تقدیرم رو با او پیوسته نمیتوانم. چی ها میگویی؟ من دیگر پرنده قفس طلایی بودن نمیخواهم. اگر لازم آید من از خانه میگریزم. منیژه، از پدرت نمیترسی؟ چی کار کنم؟ مرا بچه ها تیله دهند و من خود را دور نکشم. راست میگویی. این طور باشد با پرویز بخور. وی تو را دوست میدارد. به خدا نمیدونم.
манижа чаро таҳсилро давом надодӣ? медонӣ, ба фикрам волидайн хостанд ки аз заҳмати донишҷоӣ маро озод кунанд. агар хондан барои диплом бошад гуфтанд. кадомашро ки хоҳӣ гирифта медиҳем. фаҳмо. мебахшӣ манижа ҷон, ту аз бекорӣ зиқ намешавӣ? росташро гӯям, ман мусиқиро беҳад дӯст медорам. гоҳ-гоҳе дар пианино ба таври худ машқам мекунам. акнун фаҳмидам ки фаҳмиши мусиқии ту аз куҷо сарчашма мегирифтааст. манижа ҷон, гӯш кун, имрӯз бояд сурудамро сабт кунам. ҳамроҳ меравем? вақти зиёдро мегирад. ҳамаги як суруд. баъд ман туро гусел мекунам. майлаш. میشه در باغ دو چشمانت نشین، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه در باغ دو چشمانت نشین، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه از زلفی عروسانه تو دانه دانه گلی بارانه بچینم. میشه در باغ دو چشمانت نشین، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه گل‌های زمستان زده رو نفسی گرمی کسی با بکنه. میشه ابرو همه باران بگیریه، چشمه ها رو همه دریا بکنه. میشه ابرو همه باران بگیریه، چشمه ها رو همه دریا بکنه. میشه از زلفی عروسانه تو دانه دانه گلی بارانه بچینم. میشه در باغ دو چشمانت نشینم، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه یک روز که این پنجره رو سوی خورشیدی رو خط وا بکنم. میشه یک روز در آینه دی تو رو من خوب و تماشا بکنم. میشه یک روز در آینه دی تو رو من خوب و تماشا بکنم. میشه از زلفی عروسانه تو دانه دانه گلی بارانه بچینم. میشه در باغ دو چشمانت نشین، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه در باغ دو چشمانت نشین، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. میشه در باغ دو چشمانت نشین، میشه از چشمی تو خورشیدم ببینم. манижа ҷон. лаба ёча ҷон. шоира туро мепурсад. ҳозир ҳозир. алло,
شویره میدونی هیچگاه وقتم چونین خوش نگذشته بود. روزی در روز در شهر سیر و گشت کردیم. با پرویز در ثبتش بودم. تو میدونی چقدر جالب است. یک دنیای تماما دیگر. نه دیگر نمیترسم. با پرویز من از هیچ چیز نمیترسم. ها میدونم که نه پدری امید و نه پدری خودم ما رو آروم نمیگذارند، لیکن چی واقعی که روی ندهد من باید با پرویز باشم. من به او زیسته نمیتوانم. تو چی ها میگویی دخترم؟ مایلش خیر. و عقلت در جایش؟ اگر پدرت فهمیده ماند هر دویمان را زنده به زنده درگیر میکند. منیژه جان میفهمی؟ مگر دیده و دانسته خود را به دستی اوباش و نشأمن سپاریدن خود را زنده به زنده درگیر کردن نیست؟ منیژه جان، امید جان بیمار است. خدا خواهد شفا مییابد، همش نقض میشود. من او را نمیخواهم، زیرا میدانم که با وی خوشبخت نمیشوم. خوشبخت میشوی چون که امید جان تو را دوست میدارد. دقت کن دخترم، تو هم او را دوست داشته میتوانی. من پرویز را دوست میدارم. میدونم دخترکم، من همه چیز رو میفهمم، لیکن خیال پرویز رو از سرت بیرون کن. فهمیدی؟ پدرت هیچ وقت به ازدواج هر دوی شما راضی نمی شود. پدرم راضی نشوند من از خانه میگریزم. احمقی نکن دختر، من این گپ ها رو مرا زیخ نکن. دوستان سلام می‌کنم. جای نه سیستی رو ها معیشت میکنم. و تمام تو ساعت محقق داره. یعنی بیا جان. زود باش. اون من گپ را نمیگیرد. منه ایرج باز پول لازم شدگیست. لبای پسره در دست ماست. حاضر آواز شیرینش را میشنوی. گپ زن. دادا جان مرا میکشند، خلاص کنید دادا. الیا اگر پسرت را زنده دیدن خواهی پگاه ساعتی $100,000 گرفته با نزد بینای اینو تمام کمبینه بفاندگی بیا. فهمه؟ چی؟ باید تنها باشی وگرنه پسرت را میپرانم. الو تنجی؟ دادا پول گفتگیشون را بیاره دادا جان، التماس دادا. الو
چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ پروا نکن. نخود او را آزاد کرده نتوانم. نه جوره، تو با ما بای نداره. اگر آنها فهمند که میلیسا با ما بین در آمده است، ایرج را میپرانند. آنها هرگز این کار را نمی کنند. از تو پور رویاندن می خواهند. تا لحظه آخرین انتظار می شوند. چی نصیحت می دهی؟ گوش کن. پیش از وقتی معین شده، کارمندان ما در خانه های خوابگاه و اطراف آنجا می گیرند. همین که تو پول را می دهی، میلیسه های ما از پس آنها نظارت می کنند و نهایت آنها را دستگیر نموده ایرج را هم خلاص می کنند. تو گمان میکنی که با همین واسطه ما ایرج را نجات می دهیم؟ برای چی نه؟ اگر آنها از کاری ما آگاه شوند چی؟ نه شرفگر نصرارویچ، من برده پول را می دهم. خیر، انا تو پول را برده دادی. ایرج را آزاد نکنند چی؟ آنها قول دادن کو. آنها قول ندارند. گوش کن. داد و گرفتتان با آنها ساعت چند؟ پگاه ساعت 3. پول را برده ده. آن طرفش کار ما. شف، جای گفتگیشون همینجاست؟ ها، همینجا گفتن. الو، قهار جبار؟ من. تو چی میخوایی که ما ایرج رو پرانیم؟ ای نامرد، تو ما رو احمق خیال کردی. اما اونهایی که در اطراف بینا کمین گرفتن تو آوردی؟ نه به خدا قسم که در اینجا هیچ کس نیست. ما خودمون تنها. جای عملیات تغییر مییابد. گوش کن، تو حالا با ماشینت شینو با راه کلام برو. دوام است بعد میفهمونم. فهمیدم. ای نغمه. فهمیدم.
رفتیم. گوش کن. اکنون به طرف نقطه بنزین فروشی گرد. اگر حس کنم که از خفای دوم داری، قسم میخورم به خدا که ایرج را زنده نمیابی. شرافگن اسرارویچ، از شما خواهش میکنم امر دهید عملیات را قطع گردانند. آنها از همه این نقشه های ما با خبرند. التماس امر دهید ما را تنها گذارند وگرنه ایرج را میکشند. احمد، عملیات را قطع کنید. نفهمیدم. عملیات را قطع کنید میگویم. فهمیدم رفیق سردو. دیگر تعقیب نکنید. فهمو. به شعبه برگردید. اطاعت. ها من آمدم. فهمیدم. های کن. پرویز، تو حتی تصور نمی کنی که در چه محیطی زندگی دارم. هر لحظه پدر و مادرم انتظاری خبری ناخوشی هستند. گمان میکنن که همین حال حادثه روی خواهد داد. دیروز باشد اکام رو دزدیدند و با عوضش $100,000 طلب دارند. چه خیل؟ کی رو دزدیده است؟ ما نمیدونیم که این کاری کیست. پولی فرمودهشان رو گرفته باید امروز پدرم به نزد آنها روند. ای رزیلان، پولی مفت میخواهند. به هر حال خودت رو به دست گیر. تخمینا روزهای 20 یا 22 من خودم با شما زنگ میزنم. راضیه؟ خوب سلامت باشید. خب تا بازی. دیدی به یک نامعقوله تو $100,000 رفت. اینقدر واهمه کردید داده 100,000 در یک روز میابید کو؟ الو سلام شیف. عبدالله چی؟ منیجه؟ در کوچه با کی؟ به فکرم بارون میبارد. شاید. بیا زیر اون درخت رویم. منیژه چند است که فکری تقدیری آینده همون مرا عذاب می دهد. مرا هم نمیدونم چی می شده باشد.
وای پسرم برگشت. ای خدا را شکر. ایرج جان تو نظمی خانه شون کلین شوهرتو به خانه درار. ایرج نزدیک نشو. منیجا کجاست؟ منیجا؟ من او را میکشم. آخر چی شده؟ آخر چی شده از باز میپرسی؟ گپ زن. وای در کوچه ها با کی میگردد؟ در کدام کوچه ها؟ من خب شو. اوچه کجا میگردی؟ منیجا چی واقع روی داد؟ بهترش با من گوی که کجا بودی؟ پدرت تو رو با اون جوان در کجا دیده؟ پدرم مرا دیده است؟ ها آخر ها پدرم التماس میکنم مرا نزنید. ای دختر احمق گپ زن. در کجا بودی؟ با ملاقات کی رفته بودی؟ در کوچه ها با کی میگردی؟ ای تو مرا شرمنده کردنی هستی. تو نفس میدانی کی با پسر شیر افغان اسرار را ویش فاتحه شده ای؟ گپ زن. در کجا میگردی؟ دادا جون من با امید به شوهر نمیبرایم. چی گفتی؟ من هیچ گمان نداشتم که از دخترم چونین گپ ها رو میشنوم. آخه شما میدونید که وای نشامند او باش نخود دلتون با من نسوزد. من با وای زندگی کردن نمیتوانم. خدایا توبه. من از دختری که برایش مال دنیا رو دریغ نمی داشتم چونین سخن ها را میشنوم. با من یگان مال دنیا لازم نیست دادا جون. فقط روزی شود که ما با پرویز آیله سازیم دادا جون. کنی خط کی گفتی؟ پرویز؟ پرویز از کی؟ در کنسرواتوری میخواند. کنسرواتوریا؟ محمود لبای با کنسرواتوریا می روی. پرویز نام بچه را می پرسی. گوی که ما جوره هایش. پرویز سراینده؟ تو را می شناسی؟ وای در بین جوانان مشهور است. خوب می خواند. برای چی وی به شما لازم شده ماند؟ گپ همین. وای به دختری من منیژه چشم علا کرده است. او را یافته جزایش را می دهی. شاید به خوبی فهمانیم. نه با فکرم مناسبتشان جدی است. با خونش یگان ویروس میگذارانی. خوب شده است. با آفیس می رویم. نرس زنی ابله. گپ زن. آن آدمانی که مرا بردند کیا بودند؟ من از کجا میدونم؟ تو نمیدانی. میدانی. آنها به من گفتند که زنی تو اینقدر خوشروی. یا زنت را بیار یا پول را. مگر اخلتون رو خورده اید؟ او من که از خانه نمی برایم.
از کجا میدونم که آنها کیستند؟ تو میخواستی از من خلاص شوی؟ نه، دانستمون از یادت نبرار. تو از من زنده خلاص نمیشوی. گم شو. منیژه دختر جانم، با تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ گریه نکن منیژه جان، مرا عذاب ندی. آخر از دست من چی هم می آید؟ با من گوی. من میخواهم با پرویز شناس شوم، میخواهم با او گفتگو کنم. من میخواهم که تو خوشبخت شوی دخترکم. اومید جان، خیز دارویت رو خور؟ نه، داروی و کالت با دلم زد. من صحتم، به خانه میروم. من میدونم که تو شفا یافته‌ای، لیکن یک دو سه روز دیگر طبابت گیر، بعد به خونه میروی. بیزار شدم. اومید جان، من دلیل سخن نمیخوام، به خانه میروم. اول دارویت رو خورن، بعد به خانه میروی. میلش. اومید جان، آرام شو. آفرین اومید جان، آفرین. پرویز، من حاضر. سلام علیکم. چی خیلی؟ خوب هستی؟ خواندن‌هایت هم نه؟ گوش کن، ما یک توی داریم. خب میخوایم که آن را تو گذرانیم. مالش با جان و دل. خوبترش در داخل ماشین نشسته مصلحت کنیم. خوب رفته. گوش کن پرویز، ما یگان خیلی توی پوی نداریم. ما آدم های پدری منیژه از تغییر یافتن اوضاعت معلومه که منیژه رو خیلی خوب میشناسی. البته میشناسم. چی بود؟ گوش کن پرویز، از این روز اعتباراً باید منیژه را فراموش کنی. فهمیدی؟ چی خیلی؟ تو بدونی باید به پسری یک مردی بابروی فاتح شده است. پدری منیژه هیچ وقت از بحری وی گذشته دخترش را به تو نمیدید. میفهمی؟ اکا، منیژه مرا دوست میدارد. من نمیخوام که زوران او را با کسی دیگر دهند. من گپم را گفتم. باری آخر میپرسم، از فکرت نمیگردی؟ نه اکا.
من او را دوست می‌دارم. فهمانید من در اینجا دیگر نمیتوانم. میروم. نوشین جان، تو خیز دخترم جانی من میروی. با کجا؟ با خونه چپ. ها نوشین جان، با خونه بیبی جانت. خیز. من نمیروم. من دادا جانم رو زار میکنم که شما رو گرفته بیارد، دیگر نزند. نوشین جانم شد، نرو پیشی دادت. بدور نکن، بدور شود باز جنجال رو سر میکند. جانم شوی، نرو پیشی وای در کورنه. نمیخوایی با من رفتن؟ نرو پیشی بی بیاد رفتشین. خب تاریک نترسی با تقایت میگویم اومده تو رو گرفته میبرد. خوب جانم مایلاش. گریه نکن جانم. اگر بابا یک گلوت سر دید من خودم را نمیبخشم. دخترکم آرام شو، گریه نکن. آخر آرام شو، خدا خواهد همش نغز می شود. دخترم گریه نکن جان مادر. تو گناهکار نیستی کریم جان. من همش را میفهمم. برعکس زنی وزنین بوده ای که به همین قدر جبر و ستم ایرج طاقت کردی. من با اصلاح شوی ایرج باوری ندارم خاله جان و هیچ گاه دیگر نمی شود. جانک من
این طور نگوی. من باید زندگی نمیکنم خاله این جان. طور نگوی. با من گوش کن. کمتر که دیگر طاقت کن. من ایرج را مجبور میکنم که آمده از تو عذر پرسد و تو را به خانه گرفته برد. روی خاطر من، روی خاطر فرزندانت کمتر که دیگر طاقت کن کیرین جان. میلش. سلام علیکم. سلام علیکم. نبیرم چه حال دارد؟ سرش سخت لط خورده است. هر کاری که از دستم آمد کردیم. انشالله خوب می شود. سلامت باشید. رحمت. رحمت. لابای شرافگان اسرارویچ. سلام دوستم. احوال نبیره چطور؟ احوال نبیرم وزنین. برای همین توی را تیزتر گذراندن لازم. گوش کن. امید در بیمارخانه کو؟ امید را از بیمارخانه گرفتن در کار. اگر به نبیرم یگان حادثه شود توی نمی شود. این طور باشد من امید را از بیمارخانه می برارم. در تردد توی می شوم. آسوده باش. خیر. خیر. بیا منیژه. منیژه جان دخترم من و شرافگان اسرارویچ دوستان دیرینه و کارهایمان هم به یکدیگر پیش نمی روند. ناراحتم نکن التماس دخترم. انا برای همین من تو را به پسری وی فاتحه کردم. تمام حیاتی من در دست توست. تو فکری پرویز را از سرت دور کن. انا میبینی حیاتت با امید خیلی خوب میگذرد. دکتر لبای
وضعیت همین خیل شد که توی امید جان باید تعجیلاً گذرانیم. برای همین آمدم که امید جان گرفته به خانه برم. نبیره خدا بیمار وزنین است. من راضی، لیکن طبابتش هنوز به آخر نرسیده است. طبابتش را بعد توی دوام میدیم. ها دادا، اینطور باشد گرفته برید. من حاضر میفرمایم لباسش را میآورند. منیژه جان، من از اول مقابل بودم. من میدانستم که این توی عاقبتی خوب ندارد. از همان روزی که تو رو به همان امید فاتحه کردند، شبها خوابم نمیبرد. درونم میسوزد. من دیده و دانسته تو رو به دوزخ طلا نمیدهم. پرویز به تو ارزنده است. بیرو دخترکم، بیرو همراهش، بدیه بیرو. میلش دخترم، فراموش نکن، مرا خواطر نکن. تیز زنگ زده است. میلش اوچه جون یک دو دید. خودت رو احتیاط کن بچیم. الهی آمین. الهی خوشبخت شوی. خدا نگهبانت. آمین. الله اکبر. اوچه جان، دختر جانم. این چه روزی سخت بود. منیژه جان. نوشین جان، خودت رو چه خیلی حس میکنی؟ کم تر سرم در میکند. جانی من، حالا نغز میشه. به خونه که رفتیم با دوگانه هایت بازی میکنی. حالا همش نغز میشود. کای با خونه میرویم؟ همین که صحت شدی نوشین جان. کم تری دیگر طاقت کن دختر جان. میلش. السلام. انا اما جانتون. اوی تو موی. اوی چه خیلی تو جانکی من. نغز. شما چه خیلی دیانگه؟ نغز هستید؟ احوالش بهتر شد. خیلی بهتر. جانی من. منیژه، او منیژه. ها چی گپ؟ تینجی بیدادیش؟ منیژه کنی؟ منیژه به بیمارخانه رفت. به نزد نوشین. چی بود؟ تو حال برنگشته است؟ نه، شاید حاضر برمیگردد. گوش کن، با من شهادتنامه‌اش لازم است. تیز یافته بیار. میلش. به فکرم شهادتنامه‌اش در دست خودش. ای دختری بیعقل. گوش کن، من حاضر به بیمارخانه رفته شهادتنامه‌شو میگیرم و به خانه عقد نکاح میروم. تو با مهمانها نغز نگاه کن. فهمیدی؟ فهمیدم. خب میلش. منیژه؟ پرویز چی شد؟ چی واقعه روی داد؟ هیچ گپ نه. آدمانی پدرت خواستن که ترسانند. اینجا بودنی مرا چه خیلی دانستی؟
ҳангоме ки туро ба ин ҷо дароварданд ман ҳамроҳи падару модарам дар берун меистодам. аз ҳамин сабаб наздик шуда натавонистам. фикр кардам ки ба хона мераваму аз онҳо пинҳонӣ ба назди ту меоям. лекин қасд кардагӣ бар ин падарам ба ҷое нарафтанд. маро бубахш парвиз. ин тар нагӯй. ман туро мефаҳмам. ман ҳам дар азоб ҳастам, вале намедонам чӣ кор кунам. ман намедонам ки ояндаи мо чӣ мешуда бошад. ҳама дар тараддуди тӯй. фардо никоҳ. никоҳ? чӣ хел? гӯш кун. медонӣ, биё мегурезем. ба деҳа ба хонаи падарам меравем. дигар илоҷ надорем. ба берун баромада интизор бош. ҳозир ман либосамро иваз карда аз пасат мебароям. ҳа, майлаш. охир ту дар ин аҳвол. аҳволам нағз. майлаш. салом амак. салом. بهتر شد؟ ها، خیلی بهتر. خدا خواهد نقض می شود. خدا خواهد. من اینجا آماده بود؟ ها مک، آمده و رفت. آمد و رفت؟ ها مک. کی؟ خیلی شده مک. الو من اینجا آمد. میگم من اینجا آمد. نامد؟ محمود حاضر با آفیس می رویم. بعد از آن تو با کنسرواتوار رفته سراغای پرویز رو معین میکنی. خوب شد است. رفتیم. معلم ممکن؟ یک دم صبر کنید. میگوید یک دقیقه صبر کنید. چی میگوید؟ یک طرف است؟ نعمت هیچ کس نداره. ها من بدتر زنگ میزنم. خوب خوب.
ما پرویز رو میکوبیم. کدام پرویز رو؟ پرویز سراینده. ها، ما نیز پرویز رو میجوییم. برای چی؟ از رفیقانش فهمیدیم که یک هفته پیش گویا یک گروه جوانان ناشناس او را به ماشین بار کرده بردند. وای در کجا زندگی میکند؟ در خانه اجاره، لیکن او را از خانهش پیدا نکردند. اصلش از کجاست؟ میبخشید، آیا شما همون جوانانی نیستید که او را از خانهش بار کرده بردید؟ در جایت شین. شین! سراغه پرویز با خوبی. دهه چارباغ، ناحیه باغستان. درست. دادا جان، حاضر. السلام علیکم. پرویز جان، دادا جان چیکار شما؟ نغز استی، ساز استی، درست استی. السلام علیکم. اوچش لبای او پرویز جان آمد. یه نیه یه جانی اوچه پرویز جانه کی خودم و شیرینه کی اوچه تو یک بمرمی او ای قدر بیدرک شده رفتی بچه که شیرینه می او کجا شدی؟ منیجه؟ بیا دخترکم خوش آمدی بچه کم کنی مرحمت مرحمت در قدمکاتان صدقه جانی اوچه مرم در شما ها نه کنی در رویتان مردک جاگهتون رو در نزد پرویز جان انداختم. در آمده خواب کنید. من در نزد منیژه خواب میکنم. زنک اینجا بیا. گوش کن، راستش رو گویم، از این رفتار پسرمون سخت در تشویشم. برای چی؟ برعکس شما باید خرسند شوید که پسرمون دختر یک آدمی ثروتمند گرفته آمده است. با دون شعر بازی نمی کنند. از دستی آنها همه کار آمدنش ممکن. به فکر شما
چی کار باید میکرد پسرمون؟ ماند که عشقش را پایمال کنند؟ دل دادهش را به همان جوانی نشأه‌مند دهند؟ در دو عالم پدر منیژه با ما بر این کم بغل خدا نمی شود. برای چی خدا نمی شده است؟ دخترش پسری ما را انتخاب کرد کو. مردک جسارت بیننده، دختر از بحر جا و جلال پدر گذشته، همراهی پرویز بقشلاق. انا به همین خانه عادی حکیما آمد. معلوم می شود که آنها همدیگر را دوست می دارند. شاید تو حق باشی، ولی نمیدانم که تقدیری آینده آنها چی می شده باشد. دلم گواهی می دهد که آنها به جستجوی پرویز و منیژه حتما به خانه ما می آیند. مردک، من فکر میکنم که پرویز منیژه را گرفته باید به خانه اپش رود. در آنجا آنها را هیچ کس نمیکوبد. چی گفتید؟ درست گفتی. در آنجا آنها را هیچ کس نمییابد. پگاهی بر وقت پرویز منیژه را گرفته به خانه اپش برد. فهمیدی؟ حالا باشد رفته خواب میکنیم، پگاهی بر وقت رسند در کار. ابله خواست است دخترش را از آغوش جوانی دیگر گرفته به پسری من چسباند. حالا ایست، من به وی نشان میدم. خوش آمدن. نوری دیده تاجی سر کنی؟ بیای چای رو من کشم. خودم میکشیدم. مایلاش بچه جان، فقط در راه احتیاط کن. مایلاش. خیر. زیق نشو منیژه جان. آخر من گفتم که در خانه من یگان کس تو را نمییابد. دلم با پدر و مادرم میسوزد. میترسم که شرفگان اسرارویچ به سرشون یگان ناخوشی میآورد. آنها دوستان دیری نند. زبان یکدیگر رو مییابند. نوشین هم بیمار بود. وای در چه حال باشد؟ اینقدر فکر نکن منیژه. هر آنچه که میآید از تقدیر و نصیب دیدن لازم. بعداً تقدیر و نصیب ما همش در دست خدای تعالی است. از دست ما بندگان چی میآید؟ هیچ چیز.
کنی مرحمت کن منیژه جان. پرویز جان چای ریز. خوندنهای خودت چخیر کی تمام میکنی؟ رحمت اپا خوندنها نقص خدا خواهد امسال تمام میکنم. روز شنبه بود کنسرت سرایندگان جوان رو دیدم. در آنجا برآمدت رو تماشا کردم. پرویز جان اینقدر صمیمی بود، اینقدر سرودت زیبا. باور کن جیانهایت از نزد تلویزیون دور نمی شدند. من باشم در کرتم نمی گنجیدم. به فکرم به همه معقول شد. آهنگش از منیژه. پرویز از منیژه؟ منیژه از من دیده هنرمندتر است. هم می نوازد و هم می خواند. نخود هر جاتون هم پیشه بودید کو. باور کنید من خیلی خرسندم. پرویز جان، منیژه جان. پرویز جان حتما منیژه رو گرفته به سیر و گشت دهه‌مان بر. منیژه جان دهه ما بسیار دهه زیباست. جایهای قدیمه زیبا دارد، منظره های عجیب دارد. منیژه جان زیق نشو، آخرین به سلامتی خودت ضرر دارد. تو حالا جوانی، حتما پرویز جان منیژه رو گرفته به سیر و گشت دهه‌مان میبروریم. خوب شده است اپا جان. کنی مرحمت گیرتون. در منزل لیلی نبود لاله دمیده، خون دل مجنون بود از دیده چکیده. در منزل لیلی نبود لاله دمیده، خون دل مجنون بود از دیده چکیده. ای نوری دلو دیده بیا تا کی راحت را جارو با میجگان زنمو آب دیدم. ای نوری دلو دیده بیا تا کی راحت را جارو با میجگان زنمو آب دیدم. در منزل لیلی خون دل مجنون، خون دل مجنون چکیده چکیده. در منزل لیلی خون دل مجنون، خون دل مجنون چکیده چکیده. منزل لیلی خون دل مجنون، خون دل مجنون چکیده چکیده. در منزل لیلی خون دل مجنون، خون دل مجنون چکیده چکیده.
ای جان زی دلی من خبری کم مکن از لو ای جان زی دلی من خبری کم مکن از لو کاز بحری تو در دو غم بسیار چشیدم کاز بحری تو در دو غم بسیار چشیدم در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده مردک تق دروازه یک برآمده دیگه چی؟ شنیدم تق حاضر حاضر من یک رفته بینم چی مایلش مردک آماده فکرم السلام علیکم سلام پرویز کجاست؟ مرحمت گبزن در شهر ببخشید شما کی؟ با شما کی در کار؟ خودتانو به نادانی نظر میگویم پسرت رو در کجا پنهان کردی؟ راستش را گوی پیرکی پرویز کنی؟ آخر من به شما گفتم که نمیدونم حالا وای از شهر بر نگشته از این میبینم اش داره از زیر زمین باشد هم پرویز را یافته میدی فهمیدی؟ آخر پرویز نابوده رو من از کجا به شما یافتدیم؟ حالا میبینم به من فهمد چی واقع رو داده پرویز دختری شیف مرا دزدیده است یا توبه نه از دست پسر من خیلی کار نمیاد اینجا یگان اشتباه شده نه ماس پرویز دختر را دزدیده است تو آنها را به من یافته میدی فهمیدی؟ آخر نبودگی آدم رو من از کجا با شما یافتدیم آخر نیست آخر نمیدونم آخر شما چی کار میکنید آخر با شما گفتم که نیست در اینجا نیست موسفه دروغ نگوی وای در همینجا نیست آخر نیست نخواد که من با امیر سفیدم دروغ بگم آنجا رو خب موسفه کسد مرا گران کردی حاضر تو رو میکشم تو مرا نترسون من انا کیوم برم را دیدم نترسون وای وای بیا ایسا بیا ایمان خدا بیا خبر الو شیف پرویز را در خانهش نیافتیم شاید در شهر باشد خوب شده است رفته موی سفید خانه خیش بارت را میکابه امایداد خدا نترسا ظالمانی بی ایصاف
بهتر رو عبدالله کنی زود خونه رو کب حاضر مسافد اینجا است اگر یافتیم راست به پیشانی یک تیر میزنم فهمیدی؟ حالی مکه؟ تینجیمی؟ ای در خونه من چی میکوبی ها؟ آنها در خونه من چی میکوبند؟ نپرسیده چیکار کرده؟ آنها پرویز رو میکوبند. پرویز؟ ها؟ او پرویز در شهر کو؟ من هم به آنها گفتم که در شهر لیکن باور نمیکنند. شما پرویز کجاست؟ پرویز در خونه من نیست. با خدا باور کنید در خونه من پرویز نیست. اگر دروغ گویی تمامی اولادات تو رو نیست میکنم. خیلی پرویز حالی مکه من گفتم که نیست. اوی مسلمان و پرویز در خانه نیست. سر مسافر نکنو که گفتم که شما چکل انسان شما مسلمان دیگه خدا رو بنادانی نزن. چای گیرید. مردک چی شده باشد؟ آخر همشون راضی بودن، حتی روزی توی رو هم تعیین کرده بودن. چی شده باشد؟ نفهمیدید؟ جوانی دیگری را دوست می داشته است. انا با همان گریختر رفته است. چی؟ شرمندگی. دادا من به شما گفته بودم که همان دختر را نمیگیرم. چه؟ آخر در نزد جورایم شرمنده شدم. من به آنها چی میگویم؟ به همش خودتان گناهکار. از خیش تبار کلین کنم گفته بودم، نگفتید. قهار بر این خدایی به دولت رو از کجا میابید؟ نگفتید. در نزد دوست و دشمن شرمنده شده مردک. شرمندگی شرمندگی شرمندگی. اکنون مردم چی میگویند؟ میبینیم. اکای محمود جان السلام علیکم. و علیکم السلام کینجا جان. شامدم بیاید من گیرم. تشکر. شما نقص هستید؟ شکر میشود. از خدا چی؟ رحمت. از شما پرسیم. میشود. یک جوره هایم رو خبرگیرم گفتم. نقص کردید. شیف چول دارم. چون همیشه اون کس از پسی کارن. میفهمم. کار تجارت همین ده. مرحمت. شیف تشویششان بسیار. یک کارخانه زر بنا کرده ایستادن. حاضر خودتان میبینید. مرحمت. آن کس شما را انتظار. تشکر.
شد من همش رو فهمیدم. روی دست پای کارتون شوید. اوه سلطان محمود سلام. سلام علیکم حیدرویچ. خوبیدی؟ کم نشویدی؟ سلامتیت خوب است؟ وای جوره ما قهارجان چی خیل؟ بچه و کچه کارخواهش خوب است؟ بد نیکه با شما سلام بسیار فرستادم. سلامت باشم. کارهای خودتان چطور؟ خیر من گشتم ده. تو خودت حرکت نکنی یگان کس ما اینا گیر گفته آورده نمیدید. شما یگان اید. به خیالم در سرتان نقشه نو پیدا شده است. ای محمود جان زیر انا همین ریگ این قدر پول زیاد بوده است تو ما این طرف و اون طرف سرسان شده گشتیم. اون نفت و گازی که در زیر این ریگ هست اگر یافته برارم من البته یافته ببرارم. تمام خیش و تبار اولاد در زیر تنگه و طلا می شود. گپ نیست. آفرین. ها گوش کنید همان چیز فرمودتان را گرفته آوردم. آوردی؟ در ماشین. آفرین. انا بعد رئیس گفتن که در خصوص همکاری کردن یک چند پیشنهاد داشتن. پیشنهاد؟ ها پیشنهاد. گوش میکنم. السلام علیکم. این من حیدرویچ. حیدرویچ سلام. چه حال داری مردک؟ میشود بد نیست. خودتون چه حال دارید؟ ینگا فرزندان؟ شکر شکایت نداریم. تینجی؟ شرفکان اسرورویچ یک مسئولیت پرسیدنی بودم. چه مسئولیت؟ دیروز به نزدم آدمی قهار جبار آمد. قهار جبار؟ ها در خصوصی همکاری پیشنهاد کرد. میخواهد یک جای کار کنیم. فهمو. گوش کن درباره من چیزی نگفت. نه به فکرم در تنهایی عمل کردنی. آها. با تو چی بار پیشنهاد کرد؟ 50 کیلو از همان سفیدش. خوش. تو چی گفتی؟ فکر میکنم گفتم. گوش کن. گویی که ارزان کنی زیادتر میخرم. به شرطی که اگر باری تازه باشد. خلاص باور کنون که تو در حقیقت خریدار هستی. فهمو؟ بعد کاری کن که داد و گریف در طرف خانه خودش برپا شود. در طرف خانه خودش. چخل می شود؟ تو همین سپارش را اجرا کن. مکافات خوب میگیری. فهمو؟ مایلش لیکن گوش کن. لیکن ادرامان و از پی سپارش شو. از نتیجهش به من خبر میدی. فهمو؟ عمل کن.
4 8 حاضر شدم. اجازه دید عمل کنم. اطاعت. من حاضر. درا محمود کنی؟ حاضر می آید. نشان ده. مرحمت بینید همان بار پول را ده. محمود را جیغدم. مایلش. نجوبه عمل کن. بره. نجوم یارو قدر رو بمانده. بیشتر رو تو که را احمق کردنی بودی؟ انا اکنون در محبس میپوسی. تو را هم با محبس میکشم. دلیل نداری. بره دورا. منیژه، منیژه اینجا بیا. مادرت زنگ بزنند.
گیر منیژه جان. الله اوچه جان صحت سلامت هستید؟ منیژه جان تینجی دختر جانم. سلامتی خودت چخیل؟ زیق نشده گشتی آخه؟ اوچه جان راستش رو گویم زیق شدم. شمایان رو خیلی پزمان شدم. گریه نکن دختر جانم. آروم شو. مرا زیق نکن. خدا خواهد روزهای نیک در پیش است. کشکی اوچه جان. احوالی پدرم چی خیلی؟ پدرت هم نغز. منیژه جان دخترم، من بسیار میخواهم شمایان رو ببینم. وای تو نترس. وضعیت تماما دیگر شدگی. هیچ کس با شما کردار نمی شود. و پرویز جان هم فهمون. اکنون برگردید دخترم. ما انتظار می شویم تا بازدید. خیر اوچه جان. زنک اینجا بیا. گوش کن. من گناه عظیمی کردم. گناه تو بسیار است. کدامش رو در نظر داری؟ من با محمود فرموده بودم که با خون پرویز ویروس گذراند. چی؟ با پرویز؟ ابله! وای دخترکم، وای جانکی اوچه برگشتی. خدا رو شکر که باز بدی داری یک دیگر رسیدیم. وای خوش آمدیتون. سلام علیکم. سلام علیکم پسرم. خوش آمدید. تشکر. نوری دیده، تاج سر. مرحمت به خانه درایید، بیایید من یاردم میکنم. مرحمت درایدان. کنی دامه جان از بالا گذشته شنید. شب ندارید، بالا برایید. دخترم بیا. انا این بالیش رو گرفته تکیه کرده شنید. شین دختر جانم شین. الها آمین. تنی صحت، خاطری جمع، دلی بیغم، خدای خداوند در قطار همه ما رو هم در پناهش نگاه دارد. آمین. الله اکبر. خوش آمدید پرویز جان. تشکر. خوش آمدید دختر جانم.
رنگ رویکت نقص فربی حق شدی. تشکر پرویز جان، دخترم رو احتیاط کردی. پرویز جان، پدر و مادر خوبند؟ همه سلامت هستند؟ نقص تشکر، به شما سلام رسوندند. تشکر، الهی سلامت باشند. تشویش کشیده این دسترخوان رو گرفته آوردید، لازم نبود. اینطور نگوید مادر جان. اوچه جان، پدرم چی حال دارند؟ پدرت رو نپرس دختر جانم. پدرت در حبس خونه تفتیشات رفته ایستاده است. ها، برادرت ایرج از راهی بعد برگشت. از محله نو خانه گرفت. به زود به کار برآمد. به کار پیشترش با زن و فرزندش شکر خدا تنج زندگی کرده گشته است. نوشین چی؟ سلامتیش چی خیلی؟ دخترکم شکر خدا نوشین شفا یافت. الهی عمرکش دراز شود. وی رو به قصر فرهنگ شهر به محفل رقص سپردند. چنان می رقصد که مفتون می شوی. حالا می بینی. شرفگاه نصرورویچ چی؟ به کسافت رو نپرس. چاه کنزیری چاه گفتند. بای هم به دست افتید. حالا در حبس خانه است. از استعمال نشه زیاد پسرش رحمتی شد. دادا جان، مرا ببخشید. تو مرا ببخش دخترم. سلام علیکم. من گناهکارم. حیات شمایان را هم سوزاندم. زیخ نشوید دادا جان. چیزی که بود گذشت. تیزتر به آزادی برایت کفایه. پرویز جان پسرم، تو خودت را چخیل حس میکنی؟ من خودم رو نقض حس میکنم. سرم کمی درد میکند. هیچ غم نه این میگذرد. التماس همان مفتشی مرا 1 دقیقه جیغ زنید. حاضر
каримов муфаттиш холовро мепурсанд. салом алейкум. ба ман ягон гап доштед? илтимос иҷоза диҳед дар ҳузури шумо аз маҳмуд як чизро пурсам. ин ба тақдири ҳаёти фарзандонамон вобаста аст. мефаҳмам. аз 218 юсуповро биёр. росташро гӯй маҳмуд, то ҳамон вақт ба хуни парвиз вирус гузаронда будӣ? чӣ? шумо гумон мекунед ки мо ҳамаи фармоишҳоятонро бечуну чаро иҷро менамудем? не, мо ҳам дар болои гарданамон сар дорем, андеша мекардем. ташаккур маҳмудҷон, ба шумо ҳам ташаккур. ман гапи дигар надорам. пеш даром. шукр, сад шукр. منیجا، پرویز جان، فرزندانم خدا یارتون. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه